اگه با مردم صادق باشیم، با مردم رو راست باشیم، مردم رو تحقیر نکنیم، دشنام ندیم، تهمت نزنیم، شفاف باشیم، مردم رو دور نزنیم، بهشون خیانت نکنیم، کلاهبرداری نکنیم، حقشون رو نخوریم، به مردم نزدیکتر نمیشیم، مألوف میشیم دیگه. تقویت اخلاق در جامعه سبب توسعه روابط اجتماعی میشه، نفرت ها کم میشه، اعتمادها زیاد میشه. یکی از مشکلات جامعه ما و کشور ما بی‌اعتمادی بین انسان هاست. بی‌اعتمادی در کشور ما به اوج رسیده، کسی به کسی اعتماد نداره. خیلی بده که وقتی بی‌اعتمادی باشه از همدیگه نفرت پیدا میکنیم، پشت میکنیم، فرار میکنیم، الفت نیست. تقویت اخلاق سبب توسعه روابط اجتماعی میشه. حالا وقتی روابط اجتماعی توسعه پیدا میکنه چه برکتی؟ توسعه روابط اجتماعی سبب توسعه اقتصادی میشه. من اگه 100 تا دوست دارم که قلباً و فکراً دوست منو دوست دارن، منم دوستشون دارم، هرچی تو جیبشون و تو زندگیشون هست مال منه. 1000 تا دوست داشته باشم، 1000 تا. کسی که فکرش و قلبش مال منه، جیبش هم مال منه. طبیعیه. بعضی انسان ها 1000 تا ماشین دارن، 1000 تا خانه دارن، 1000 تا مغازه دارن، 1000 تا کارخانه و شرکت دارن. چطوریه؟ 1000 تا دوست خوب دارن که قلباً و فکراً همدیگر رو دوست دارن. همه ظرفیت ها و امکاناتشون مال دوستشه. اینا رو به نمایش بگذاریم. این حرفا رو میذارم که پسرم و دخترم صالح که اول زندگیشونه، تشکیل اولین جشن زندگی مشترکشونه، این معانی رو تو زندگیشون به نمایش بگذارن و الگویی باشن برای پدر و مادرای نسل آینده و این فرکانس های مثبت رو به فرزندانشون منتقل بکنن. میخوام یه خروجی داشته باشیم از این عروسی امشب. میخوام خروجی داشته باشیم، یعنی میریم خانه این معانی تو ذهنمون باشه. میتونیم همدیگر رو ببخشیم؟ این بزرگترین انرژیه به جامعه. تو بخش مهران چقدر جمعیتش محمد؟ مهران دیگه 20,000 نفر. تو بخش مهران آیا 2 نفر هستن که با هم دیگه قهرن؟ خدا نکنه. اگر 2 نفر تو بخش مهران تو 20,000 نفر با هم قهر باشن، اون 20,000 نفر باید خواب از سرشون بپره. کل امکاناتشون به کار میگیرن که اون 2 نفر رو بر بگردونن. محبت و اون جوی محبت رو دوباره چه؟ این آیه رو شنیدید؟ حافظ قرآن اینجا خیلی زیاده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خوب دقت کنید این آیه رو. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل قریه، روستایی، لو ان اهل القرى، اهل قریه روستایی 2 تا ویژگی داشته باشن، 2 تا صفت. آمنوا واتقوا. ولو ان اهل القرى آمنوا، ایمان داشته باشن، واتقوا، خدا ترسی و تقوا داشته باشن. همین 2 تا صفت.
نتیجهش چی میشه؟ دنباله آیه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، الله میگه ما باز میکنیم، الله میگه لفتحنا علیهم، بر اون اهل قریه برکات من السماء والارض، نگفته یک برکتو، الله میگه ما خودمون درواز میکنیم برکت هایی که در آسمان هست و برکت هایی که در زمین هست. حالا بیا تحویل بدیم. من وقتی می آمدم سوال کردم از مولا احمد همراهم بود که اولین چیزی که سوال کردم درباره این سد، خیلی دوست دارم هر وقتی به این منطقه بیام برم سد رو ببینم. مولا احمد بهم گفت که شیخ سد پره، لبریزه. گفتم جدی میگید؟ چون چند مدت پیش آمدم با شیخ عبدالله آب پایین بود. گفت تخمین زده شده برای 5 سال این مخزن آب داره، امید به باران هم داریم. این کار بزرگ بهش میگن. این آب مایه حیات موجودات زنده است. در دنیا بعضی از باکتری ها بدون اکسیژن شاید زنده بمانند، اما بدون آب ممکن نیست. خداوند در قرآن گفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجعلنا، درسته؟ من الماء كل شيء حی. آیه درست خوندم؟ ما هر چیز زنده رو با آب مایه حیاته و جنگ جهانی آینده است و کشور ما یکی از کشورهایی است که با کمبود شدید آب مواجه است. یکی از علما نقل میکنه، میگه در گذشته شاید نمیدونم چند دهه در همدان قحطی آمد. آنچنان قحطی آمد در همدان که اسم اعظم خداوند در همدان نان بود. اسم اعظم خدا نان بود. خیلی عجیبه، یعنی چی نان؟ گفت آنچنان قحطی آمد که اسم اعظم خداوند نان شد. دیگه کسی صدا نمیزد یا الله، به جایی که اسم اعظم خدا بگن میگفتن نان. کم کم صدای ملکوتی اذان از مناره ها قطع شد، دیگه کسی اذان نمیگفت، همه میگفتن نان. کم کم نمازها کم رنگ شد، مساجد تعطیل شد، اسم اعظم خداوند در ایام قحطی نان بود. قدر این آبو بدونیم. این حیات جسم ما بهش وصله. یه آب دیگه هم هست،
وقتی قحطی میشه، بارندگی نمیاد، میرن قبله دعا تو منطقه خودمون. خطیب دست بلند میکنه، دعای استسقا میکنه. تو دعای استسقا 2 تا جمله میخونه از جمله دعاها. میگه اللهم اغث قلوبنا بالایمان، اللهم اغث قلوبنا بالقرآن. خدایا به داد دلهای خشکیده ما برس با آب حیات ایمان و قرآن. این روح و روان و دلهای خشکیده ما را آبیاری بکن، به دادش برس. این چشمه جیاش و فیاض قرآن که آب حیات معنوی دلهای ماست. دنباله دعا و اغث بلادنا بالامطار، و به داد سرزمین های ما و بلاد ما برس با نزول امطار، این باران رحمت. خواجه انصار در کتاب تفسیر ادبی عرفانیش میگه که خداوند 2 تا کعبه بنا کرده، یا به تعبیر دیگر میگه 2 تا کعبه وجود داره. یکی کعبه درون و یکی کعبه بیرون. کعبه در بیرون هست، در دنیا، ماده بناش از آب و گله. بانی این کعبه آب و گلی یکی از بندگان خداست به اسم ابراهیم خلیل، و طواف کننده این کعبه آب و گل انسان ها هستند. اما یک کعبه در درون داره از جان و دل، یک کعبه در درون داره از جان و دل. بانی اون کعبه درون اللهه و طواف کننده بر اون کعبه جان و دلم خودشه. این دلی که در درون سینت کعبه است که الله برش طواف میکنه، روزانه بر دلهای ما طواف میکنه. الله دل داده که دوست بداریم و فکر داده که خوب فکر کنیم، عقل داده که فکر کنیم، دل داده که دوست بداریم. پس اون چیزی که الله دوست داره دوست بداریم و اون چیزی که الله میخواد فکر کنیم. این منطقه خاطراته. ملتی دوست داشتنی، برادران و خواهران عزیز، درسته من الان کم میام ولی واقعا قلبمون پیش شماست. شما سرمایه های ما هستید، عزیز ما هستید، دوستتون داریم و دوست دارم این جمله رو همیشه بهتون بگم. من سیاسی نیستم که شما رو به سیاست بفروشم، من قومی نیستم که شما رو با قومیت بفروشم، من جناحی و حزبی نیستم. من یه فرد آزاده و مستقل همه تون رو دوست دارم و شما میوه های دل من و سرمایه های دل منید. ای کاش همه زندان ها تعطیل میشد، فقط یک زندان درش باز میشد، اونم زندانی به اسم قلب من که همه تون رو میبردم تو قلبم، محکومتون میکردم به زندان ابد، در قلبم رو میبستم، اجازه نمیدادم که خارج بشید تا ابد، همه تون رو تو قلبم زندانی میکردم. ای کاش در دنیا فقط یک زندان، اونم قلب برادر و خواهر که بر مبنای عشق و محبت بیرنگ و ریا برادر و خواهرش رو تو قلب خودش زندانی بکنه، اجازه نده بیرون و در همه زندانهای دیگه بسته میشد.
امشب صالح. من تو کوران بودم. سال چند سالته؟ چرا این طرف نگاه میکنی؟ این هم به خاطر که یه لبخنده بزنه دو، یعنی سن و سالش میدونه ولی یه لحظه 22 سالت میشه دیگه. من تو کوران بودم. عروسیه دیگه. خدا اشکال نداره قهقه بزنی، هیچ مشکلی نداره. خنده هاتون هم برکت و ثواب جدی. من تو کوران بودم. این ساله به دنیا آمد، کوچولو بود. من و شیخ هادی اینجا بودیم. مولا احمد آورد گفت اسم براش انتخاب بکنید. 2 نفری صالح رو انتخاب کردیم براش. اینو میدونستی؟ خودش نمیدونم میدونه یا نه، ولی باباش میدونه. هر وقتی چیزی نمیدونید این دعا رو بخونید. هر وقتی چیزی رو فراموش کردید این دعا رو بخونید. اللهم علمنا ما جهلنا. خدای چیزی که نمیدونیم، آگاهی نداریم، یادمون بده. کمک بکن تا یاد، توفیق بده تا یاد بگیریم. و هر چیزی که میدونیم به دلایل فراموش کردیم یادمون بیار. یه مثال از علما و بزرگان بزنم. ابن تیمیه رحمت الله علیه، این عالم بزرگ و مجاهد نستو، برای اینکه تفسیر یک آیه قرآن بخونه 100 تا کتاب تفسیر در رابطه با اون آیه میخوند. بعد از اینکه 100 تا کتاب تفسیر میخوند دستش بلند میکرد. اللهم یا معلم ابراهیم علمنی. ای معلم ابراهیم، همینطوری که یاد ابراهیم دادید به منم یاد بده. حالا 100 تا کتاب تفسیر هم خونده. اللهم یا معلم محمد صلی الله علیه و سلم. ای معلم محمد، همونطوری که محمد رو یاد دادید به منم یاد بده. علمای بزرگ وقتی که معلوماتشون رو فراموش میکردن تا 1000 بار استغفار میکردن. امام شافعی یه وقتی معلوماتش رو فراموش میکرد، حافظش کمرنگ شده بود، رفت پیش استادش گفت حافظم ضعیف شده. شکوت الی وکیع عن سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی و اخبرنی بان العلم نور و نور الله لا یهدی لعاصی. میگه وقتی معلوماتم فراموش میکردم استادم به من توصیه کرد که خصوصا علم شرعی نور خداوندی است و نور خدا به انسان گناهکار داده نمیشه، استغفار کن. بعضی علما میگن تا 1000 بار استغفار میکردیم، بار 1000م ذهنمون روشن میشد، اطلاعاتمون یادمون میآمد. این استغفار کردن بوصله هست. بوصله میدونی چیه؟ عرب وسیله‌ای که انسانو راهیاب، راهو تو رو به راه برمیگردونه. جی پی اس بهش میگن، چه بهش میگن نمیدونم. این استغفار بوصله‌ای هست که وقتی تو از راه منحرف میشی و سرگردان میشی و گم میشی دوباره تو رو به راه برمیگردونه. و پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک جلسه شاید بیش از 70 بار این لباش بلند میشد، مینشست رو هم میگفت استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. خب مجددا تبریک و تهنیت عرض میکنم
این صالح عزیزمون و همسر محترمشون براشون آرزوی موفقیت داریم. امشب این همه انسان‌های عاشق که مشتاق دیدار هم دیگه بودن، عزیزمون آقای کارانی امام جمعتون گفت که ما همه عاشق دیدار تو بودیم. منم میگم منم عاشق دیدار شما. اگه شما دل باخته و دل داده ما هستید، ما هم. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. یه بار دیگه بگم، خواجه انصار میگه خیلی زیباست این عارف بزرگ. یه گر در یمنی چو با منی پیش منی. میگه تو یمن اگه باشید قلبت منو دوست داشته باشه، قلبت با من باشه، مثل این که پیش منی. مسافت مشکلی نداره. و دیگه به من نگید که 15 سال نیامدید اینجا. آمار داره 15 سال نیامدید اینجا. من همیشه میام اینجا. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. پیش من باشید تظاهر بکنید من نیستم، من تو یمنم، خودتم تو یمنم. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من اونقدر تو رو دوست دارم، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. یعنی دوتامون شدیم یکی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی به خاطر خدا دوست داشتید حتما بهش بگید، در گوشش بگید، تو دلت نگه ندار. حالا من امشب در گوش که هیچ، یعنی من چند تا در گوشی باید بگم الان؟ شب زمستانی هم میگه شب پاییزیه، شب پاییزی هم تموم میشه. ولی با من پشت این تلفن به همه میگم، فکر کنم لایو هم گذاشتم، نمیدونم هست یا نیست، ولی این مستند میشه پخش میشه. به همتون میگم انی احبکم فی الله، من شما رو به خاطر الله دوست دارم. جوابش چیه؟ خیلی قشنگه. اگر کسی به شما گفت انی احبک فی الله، من به خاطر الله شما رو دوست دارم، جوابش اینه، یه دعاست، لقد احبک الذی احببتنا فیه. اون کسی که تو به خاطرش ما رو دوست داری تو رو دوست بداره. لقد احبک الذی احببتنا فیه. این عزیزمان امشب بر محبت خدایی ما رو جمع کرد. جمعمون کرد تو عروسیش که همدیگر رو سیراب از محبت بکنیم و دوستی خوب و خدایی رو به نمایش بگذاریم و همدیگر رو بتونیم ببخشیم و محبت به اوج برسانیم و براش دعا بکنیم خداوند بهش برکت بده در زندگیش، در سلامتیش، در خانوادهش. ثمره این ازدواج یک، عفت و پاکدامنی، خوشنودی خدا و رضایتمندی خدا نصیبشون بشه. بگید آمین. دو، عفت و پاکدامنی که ثمره ازدواج نصیبشون بشه. سه، فرزندان سالم در جسمشون، صالح در اخلاقشون و مصلح و مفید برای جامعهشون خدا نصیبشون کنه. نصیب ایشون و همه بچه های ما و شما. بگید آمین. سالم در جسمشون. ما در استان هرمزگان بیش از 2000 تالاسمی داریم. نزدیک به 500 تا 600 نفرشون شناسایی شدن که پرونده دارن میان بیمارستان. وقتی این تالاسمی ها رو انسان میبینه واقعا جگرش پاره پاره میشه. سرشون شده به این بزرگی، 25 سالشونه، جسمشون نحیف، پوست صورتشون زرد خشک، خون ندارن. یه غفلت
دو تا جوانی که عاشق هم شدن، دل باخته شدند، نرفتن آزمایش ژنتیک و خون بدن. گفتن دکتر چی میگه؟ ملا هست میبنده. ثمرش شده 2000 تالاسمی، غیر از اونایی که دیگه معرفی نکردن، نیامدن، براشون امکان نبود. حتما آموزش قبل از ازدواج، آزمایش ژنتیک، خون، که بعد حسرت اونها رو نخورید. بچه به دنیا بیاد معلول، 25 سال بعضی پدرها و مادرها این بچه رو نگهداری کردن، 3 تا بچه معلول. از همه دردناکتر این که 2 تا دختر معلولی که نزدیک به 30 سالشون بود، در نتیجه غفلت پدر و مادرشون، بعد از اینکه دخترها به 35 سال رسیدن معلول بودن، تالاسمی بودن، پدر از مادر جدا شد، مادر رفت شوهری دیگر گرفت، پدر رفت زن دیگر گرفت. و این 2 تا دختر معصوم دارن زجر میکشن. اونا رفتن دنبال دلشون. خیلی صحنه های سختیه. مواظب باشیم، مواظب سرمایه هامون باشیم، کمک همدیگه بکنیم. من میخوام وقتی از اینجا رد میشم همیشه بوی خوش و احساس خوبی داشته باشم. فکر بکنم از توی یک بوستان گل محمدی دارم رد میشم که هم خوش رنگن گلها و بوتهاش و هم خوشبو و معطرن. شما این کار رو بکنید، بزرگ و کوچکتون، زن و مردتون، به هم دیگه قول میدیم انشاءالله. بزرگترا، تجار، شوراها، دهیارا، ریش سفیدا، معتمدین، اونایی که حرفشون خریدار داره، از همه ظرفیت هاشون برای آبادی منطقه، برای تزریق امید و حیات به منطقه، برای ایجاد انسجام، یک پارچگی، وحدت، شادی، صفا، صمیمیت، برای توسعه و توانمندی، آموزش مهارت‌ها، علم. وقتی یک نفر ترک تحصیل میکنه همه ماتم بگیرن، اونو بر بگردونن، جوانها رو داماد بکنن، فقرا رو نوازش بکنن، مریضا رو عیادت بکنن که امیدشون از دست ندن. کمک بکنید انشاءالله. اینجا یک منطقه قطعه از بهشت باشه تو این منطقه در روی زمین، که وقتی انسان رد میشه فکر بکنه تو فردوس داره رد میشه. خب از حوصله همتون تشکر دارم. از ادبتون، از تواضعتون، از مهمان نوازیتون، تو سروانش هستید. خداوند بهتون پاداش نیک عنایت بفرمایه. جزاکم الله خیرا. من یه خواهشی هم در خاتمه عرایزم دارم که من 6 تا بچه دارم، 3 تا دختر، 3 تا پسر. من هم برای بچه های شما دعا میکنم، هم برای رشد و پیشرفتشون اون چیزی که در توانم هست انجام میدم، هم دعا و هم تلاش و حمایت. از این جمعم خواهش میکنم برای این 6 تا بچه های من دعا بکنن که خدا هدایتشون بکنه، خدا حفظشون بکنه، خدا ایمانشون رو کامل بکنه، علمشون رو زیاد بکنه،
علمشون و خدمتشون رو مفید بکنه، انسانهای صالح و مسلم و خدومی برای نسلهای بعدی و بعدی باشن و خدا هم توفیق خدمتگزاری از باباشون برای دین خدا و خلق خدا و بندگان خدا این توفیق رو ازش نگیره و همه ما و شما در همه امورش و شؤون زندگی رو سپید و سربلند و خاتمه بخیر بشیم. خب دست هم دیگر بفشارید دیگه، همیشه عادت دارید دیگه، دست هم دیگه بفشارید، یه لبخند هم بزنید، همدیگه رو حلال بکنید. میچسبه یا نه؟